سلام دوستان، همونطور که قول داده بودم یه آموزش دیگه در مورد هوش مصنوعی که در خصوص تولید تصاویر کار میکنه براتون آماده کردم. یه شرکت آلمانی هست به نام پلیگراوند که ادعا میکنه تصاویر رو که داره تولید میکنه از چت جی پی تی بهتر هست. حالا ما با هم دیگه بریم یه نمونه کار رو ازش خروجی بگیریم ببینیم واقعا چجوری هست. من این تصویر رو از خودم بهش معرفی میکنم و ازش میخوام که این رو تبدیل کنه به یک کاراکتر دو بعدی انیمیشنی و دکمه جنریت رو میزنم. نکته که وجود داره از موتور فلوکس پوینت 1 داره استفاده میکنه که قدرتمندتر از موتور قبلیش که فلوکس تنها بود و سرعت تولید تصاویرش رو هم میبینید که بسیار بالا است و در کمتر از تقریبا 30 ثانیه تصاویر رو داره آماده میکنه. خب من این تصویر رو ببینم، هم یه جورایی فان هست هم نسبتا جالب. میتونم کلیک راست کنم و دانلودش کنم و اینکه میتونم حتی خب تصویر دانلود شد، میتونم ببینمش. تصویر رو قشنگم شده، بامزه است. میتونم پرامپت رو عوض بکنم، تبدیلش کنه به کاراکتر 3D. ببینید از زمانی که من دکمه جنریت رو میزنم تا زمانی که تصویر رو آماده میکنه واقعا کمتر از 30 ثانیه است و این نکته جالبی هست که در مورد این هوش مصنوعی صدق میکنه. اینا رو هم که میبینید ساخته، به نظرم این یکی جذابتر شده. این رو هم میتونم دانلودش بکنم و ببینمش. خب این قبلی است که ساخته و این هم جدیده که میبینید نسبتا جزئیات رو هم خوب رعایت کرده. موها، اون برگ های درخت هم که پشتش هست خوب بوده. تو این هم همینطور خیلی خوب رعایت کرده. خب میتونید هر کار دیگه با این هوش مصنوعی انجام بدید. بک‌گراند رو حذف بکنید، حالا ادعاهایی که خودش کرده. تصاویری که متن روش داره میتونید متن‌ها رو از توی این تصاویر حذف بکنید و حتی میتونید تصاویر قدیمی سیاه و سفیدتون رو هم تبدیل به رنگی بکنید. خیلی خوشحالم که تا پایان این آموزش با من بودید. موفق و سربلند باشید.